روز دعوتشونده در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق با آهنگ پرنشاط شادی و سرور آغاز گردید. مراسم باشکوهی گسیل جوانپسران ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در فضای ادانه و با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان 1 اکتبر سال جاری در ورزشگاه مرکزی شهر خاروق برگزار شد. جمعیت باشکوهی تنتنوی، خرد و بزرگ ولایت و والدین دعوتشوندگان با شعار و آوازهای انعکاس کننده مقدسات ملی و گرامی داشتن ارزش‌های والای انسانی اشتراک نمودند. خدمت در صف ارتش ملی در برابر قرض مقدس شهروندی برای جوانان مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. قواهای مسلح برای هر یک جوانمرد مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهن پرستی دانسته می شود. از این لحاظ هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس باید این قرض مقدس خود را در نزد وطن مادر فراموش نکرده در حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال آماده باشد. روز اول ساکنان شهر خاروق با صف قواهای مسلح آماده خدمت هستند و امروز خود اختیارانه به نقطه سفربرکنی آمدند. سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان هنگام ملاقات با فعالان ولایت که سنه 29 سپتامبر سال 2021 در ورزشگاه مرکزی شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شد، بیان داشتند که جوانان با آر و ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان بار دیگر ثابت کردند که آنها همچون جوانان جانفدای ملت همساله نقشه دعوت بهاری و تیرماهی را در یک روز تامین می‌نمایند. همین است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کل مردم با وقار و تشبثکار ولایت و فرزندان با آر و ناموس بدخشان از نام دولت و حکومت کشور برای این اقدام شایسته احسن و آفرین گفتند. پس 3-4 سال اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از اولین ها شده در جمهوری نقشه دعوت را به صف قوای مسلح پیش از همه ادامه می‌دهد. احسن و آفرین به کل جوانان و پدر و مادران ما. ذکر شد که مراتبه هشتم می شود که معرکه سفربرکنی جوان پسران با صف ارتش ملی سری وقت و با صفت بلند اجرا می گردد. از این پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با این اقدام ساکنان سربلند ولایت بهای بلند دادند که با این عمل نیک خود مسکونان دیگر منطقه‌های کشور را به حیرت گذاشتند. من قدم زده انجور با اختیار خودم از ناحیه دروازه به صف قواهای مسلح داخل شده می خواهم که خدمت را در صف ارتش ملی یک سال ادا نمایم و وطن را محافظت کردن نکنم. و من از هر یک جوانمردان شجاع وطن خواهش می‌نمایم که همچون مثل ما دلیر شده آمده وطن خود را پاسبانی کنند. جناب عالی پیشوای معظم ملت و ما چنین شرایط‌ها را فراهم آورده است که ما باید نه آمده هر یک جوانمرد خدمت نماییم و وطن خود را حمایت نماییم. در مراسم گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قوای مسلح مملکت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف میناداری به پایان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان را برای کل باشندگان ولایت جهت در سطح بلند استقبال گرفتن رهبریت عالی کشور بیان کرد. رهبریت ولایت از نام خود و والدین دعوتشوندگان اظهار سپاس و میناداری را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری و قدردانی جوانان و والدین آنها بیان نمود. ما شریبک و خوشبخت ساکن ناحیه درواز برای خدمت به خلق وطن از روسیه و اینجا آمدم. من بصیرف منصور ساکن ناحیه درواز ما با همین جوانمردها تصمیم گرفتیم که آمده در نزد وطن خرج خود را ادا نماییم. خدمت به وطن این هم قرض و هم فرض میباشد. ما از همه جوانان تاجیکستان خواهش می‌نماییم که و مثل همین جوانمردها آماده به خلق وطن خود خدمت نمایند. اگر این روز ما خلق وطن خودمان را حفظ نکنیم هیچ بیگانه وطن ما را حفظ نمی‌نماید. همزمان با جوانانی که از سخنان سردار دولت روح الهام گرفته برای ادای قرض فرزندی خود در نزد دولت و ملت به حفظ مرز و بوم میهن کمر همت بستند اظهار مینه‌داری کرد. جوانان ولایت از ملاقات صمیمی رهبریت دولت که روزهای 27 تا 30 سپتامبر سال جاری در ولایت صورت گرفت از سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت پشتیبانی نموده آمادگی همه‌جانبه خود را برای حمایت خاک مقدس کشور اظهار داشتند. ما جوانان ناحیه مرغاب آماده هستیم که رفته به وطن تاجیکستان خدمت میکنیم. جوانان سری دعوتی اختیارا سنه 1 اکتبر که همچون روز دعوت شونده در سراسر کشور قید کرده می شود و کمیسیون طبی ولایت مختار کوهستان بدخشان حاضر شدند و بعد گذشتن از معاینه حتمی طبی همچون جوانان سالم و تهمتن برای ادا کردن قرض فرزندی بر حمایت خاک پاک تاجیکستان عزیز کمر همت بسته نقشه دعوت دوام یک روز در قلمرو ولایت به پورگی یعنی 100% اجرا گردید. تاجیکستان وطن عزیزمون ما باید هر یک فرد با خواهش خودمون
خدمت مادر وطن را ادا نماییم. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در مراسم با تنتنه گسیل کردن جوانان ولایت به صف ارتش تاکید داشت که این معرکه مهم بار دیگر ثابت نمود که چنین تشبوس بزرگ وطن دوستانه و مهم پرستانه از صداقت به پایان جوانان نسبت سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شهادت می‌دهد. همچون یک جوان با ناموس این دیار که به خواهش خودم به خدمت خلق وطن یعنی میروم برای جوانانم میگویم که به خواهش خودت به خدمت خلق وطن دائم و تیار باشند. تشبوس اختیارا حاضر شدن جوانان و در مهلت کوتاه‌ترین اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف قواهای مسلح بار دیگر اثبات آن را میکند که امروزها جوانان ولایت از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پشتیبانی کرده. من بعد یگان مانع سنی و عنصرهای بیگانه نمیتواند صد راه جوان پسران با ننگ و آر ولایت گردد و پیش راه عزم و اراده قوی و تشبوس‌های سازنده و وطن دوستانه آنها را بگیرد. با افتخار بلند ما فرزندان وطن پرور و با غیرت و با آر و ناموس خود را برای اجرا نمودن قرض فرزندی در نزد خلق وطن محبوب و خدمت عربی سفربر می‌نمایم. مولوی و اقتصاد جمهوری تاجیکستان خط نموده امروز به خدمت مادر وطن می‌رود. محض ملاقات پیشوای ملت با افسران و سربازان و آشنایی پیدا کردن از شرایط خدمت حربی در ردیف دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، شرایط بود و باش افسران و عسکران و تامینات پایگاه مادی و تکنیکی آنها به مراتب بهتر و خوبتر گردیده در این سمت یگان مشکلات امروزها موجود نمی باشد. امروز برای من همچون پدر خوشبخت روزی فراموش نشونده است که پسر خود را به صف قوای مسلح می‌فرستم. باز از آن خرسند هستم. این ماجرا پسرم به من گفت که در قطار مردان باور و ناموس او نیز خواهش دارد که برای وضع این قدر غمخوری سرور کشور امام علی رحمان برای حفظ مرز و بوم کشور به صف ارتش تاجیکستان خدمت نموده تاجیکستان را از دشمن حمایت نماید. اولین شده جوانان باور و ناموس نویه‌های حدودی ولایت با درک بلند مسئولیت وطن دوستی و میهن پرستی تشبوسشان داده در یک روز برای حمایت خاک مقدس وطن دست جمعانه سفربر گردیدند. کار خود را خود کنی تو نیک آید کار تو، کس نخوالد پشت تو جز ناخون انگشت تو. در حقیقت یگان کس برای آبادی کشور بیگانه کوشش‌های تلاش نمی‌کند. ما باید سربلندانه همچون کوشش‌های سرفلک بدخشان خدمت مادر وطن را ادا نماییم. من شخصا به خواهش خود و با دعای نیک و پدر و مادرم به خدمت میرم. از خارج کشور اومده با روزگی خود مراجعت کردم که در دوردستترین منطقه هم باشد اومده خدمت نمایم. مادران زنده‌دل بدخشان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعا با وقار و میهندوست را تربیت کردند که آنها برای اجرای عهدهداری‌های حتمی حربی آماده میباشند. وطن مادر است. پس هر یک انسان باید بر خدمت وطن و مادر همیشه تیار باشد. امروز جوانان نوعی راسقلا خود اختیاری بر ناموس خود برای خدمت خلق وطن تیار هستند. فرزندانمان چون اختیاری باید خدمت وطن کنند. این یک درس ادب برای کل جوانان تاجیکستان است که باید خود اختیاری بر خدمت وطن باید همیشه آماده باشد. خدمت جوان مردانه فرزندان ما است که امروز مادران و خواهران و مردم شریف تاجیکستان عزیزمان زیر پرچم صلح و دوستی زندگی آسوده حالانه را پیش میبرند. پدر و مادران افتخارمند از آن میباشند که جگربندان آنها در قطار فرزندان شجاع دیگر شهر و ناحیه‌های کشور خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی و تهدیدهای گروه‌های منفعت‌جو همه‌جانبه محافظت می‌نمایند. زیرا تامین امنیت کشور زمینه اساسی حیات آسایشته مردم و رشد باثبات کشور به حساب می‌رود. من همچون زن مادر پسر خود را خوشبختانه به اوایه رسانده امروز به خدمت حربی سفربر میکنم. محافظت وطن مادر این قرض هر یک فرد شهروند می باشد. سردار دولت محترم امام علی رحمان قواهای مسلح تاجیکستان را جزء مهمترین دولتداری ملی و سپر با اعتماد وطنی صاحب اختیارمان نامیدند. خدمتشان حربی وظیفه مقدسی با ذمه داشته خود را با احساس مسئولیت در نزد دولت و خلق تاجیکستان در سطح بلند اجرا کرده ایستادند. دل به غم وطن فکر من نکنم که میکند، جان برای وطن نثار من نکنم که میکند، نون حلال عمر رو من نخورم که میخورد، و از عمل خود افتخار من نکنم که میکند.
برای هر یک مرد به ناموس خدمت به وطن به مثل نان حلال خوردن است. هم از نگاه مردی و مردانگی و هم از نگاه دین و شریعت و هم از نقطه نظر سلامتی خدمت کردن جوانمردان در صف قوه‌های مسلح فایده آور و حتمی است. مراجعت میکنم که کل جوانان از این فرصت تقدیر استفاده برده برای خدمت به وطن کمر همت بندند. حمایت نعمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر فرد با ننگ و ناموس و تندرست و میهن‌پرست و خودشناس و خودآگاه بوده. امید و باوری هست که بعد از جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان خدمت در صف قوای مسلح کشور را چون نشان عالی شرفمندی و مکتب متانت و مردانگی و دلیری و باهمتی به جا می‌آورند. پیش خود مقصد گذاشتم که سر اول خدمت وطن مادر را به سری بلند ادا کنم. ما جوانان دوران استقلال مملکت از تاکیدهای پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان که ضمن سفر کاریش به ولایت مختار کوهستان بدخشان بیان داشتند، همچون فردی وطن دوست روح الهام گرفته دلیرانه میخواهم که اجرای قرض فرزندی خود در حفظ مرز و بوم کشور در دوردستترین گوشه تاجیکستان خدمت صافدلانه نمایم. با جوانان که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت همچون رانندگان کسبی ختم نمودند، در وضعیت تنتنوی صاحب شهادتنامه رانندگی رایگان گردیدند. جمع تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با رسم سنت نیاگان با دف و دایره و رقص و بازی زنان و بانوان و جوانان صورت گرفت که به چاره‌بینی با شکوه روز دعوت شونده شهامتی خاصه ضم نمود. خوشبخت هستم که امروز در قطار دیگر جوانان بوننگ اور ولایت مختار کوهستان بدخشان برای من نیز میسر گردید که به صف قوه‌های مسلح کشور شامل شوم و به حفظ مرز و بوم کشور روم. برای خوش و خاطرمان گذراندن معرکه مهم سیاسی، برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ بوم جهان با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه پیشکش گردید که به دعوت تیرماهی جوان پسران سربلند و با ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف ارتش ملی تراوت خاصه عطا کرد.